دوستان و همراهان عزیزم، سلام، وقتتون بخیر. توی این ویدیو در مورد عنوانی به نام مکدی تضعیف شده صحبت میکنم و این حاصل تجربیات چندین ساله من هست و به نظر من اعتقاد دارم کسی اگر این رو به اون شکلی که من فهمیدم بفهمه، احتمال اینکه تیپی بخوره خیلی خیلی بیشتر از اینی که حد ضرر بخوره و اینکه دوستان بتونن از سردرگمی خارج بشن. به نظر من باید حتما این موضوع رو متوجه بشن. توی این ویدیو سعی کردم در تایم مبدأ خودم همون مکدی که باعث هیدن میشه، اگر مکدی 1/4 من باشه، همون رو در تایم 1/16 به عنوان مکدی 4 برابر دنبال کنم و وقتی این تضعیف شد با اون 3 مدلی که در ویدیو بهش اشاره میکنم بتونن در بهترین نقطه ممکن با تاییدیه که در این مکدی اتفاق میفته و این مکدی تضعیف میشه، ضعیف میشه و همسو میشه با تایم 1/1 خودمون، بتونیم در جهت اون وارد پوزیشنی بشیم که احتمال تیپی خوردنمون خیلی بیشتر از حد ضرر خوردن و استاپ خوردن ما میشه. بریم این رو روی چارت با هم دیگه بررسی کنیم. برای اینکه بتونیم دقیقاً با شرایط چک لیستی که خدمتتون ارائه دادم پیش بریم و بتونم به کمک این چک لیست اون مدل نگاهی که به مکدی‌ها دارم و از مکدی‌ها کمک میگیرم که در جهت سیگنال درست و انتخاب درست وارد بشم، باید قبل از همه اینا من اندیکاتور رو ران کنم که ران کردم و توی این قسمت با توجه به چک لیستی که خدمتتون ارائه دادم یکی از سیگنال ها رو انتخاب کنیم، یعنی انتخاب درست داشته باشیم. بعد توی صفحه‌ای که لازمه مکدی‌ها رو به صورت تو در تو توضیح میدم برای اینکه بتونید ذهنتون رو اون حالتی که بهترین حالت هست برای سیگنال انتخاب کنید و بتونید از مکدی‌ها در کمک حرکت درست این سیگنالتون در جهت درست تصمیم درست بگیرید. به خاطر همین کار من ترجیح میدم مجدد همون عکسی که با هم در مورد چک لیست شخصی من برای تک تایم فریم هم حتی جواب میده صحبت کنم که مروری بشه به گذشته و انتخاب درست. بعد با انتخاب این گزینه خوب و چک لیستمون در مورد مکدی‌ها جزئیات رو توضیح بدم. مجدد از اول مرور میکنم. بررسی اخبار روزانه، کلاس خط سیگنال با میلیه مکدی 4 برابر. من اینو کوچیک میکنم که طبق این تیک بزنیم و انتخاب کنیم. من هدفم اینه که روی این یه دونه که الان اینجا سل هست توضیح بدم و یا این بای دقیقاً شرایط چک لیستمون رو داره و چون میخوام از مکدی 1/4 که سیگنال میخوام بگیرم و اندیکاتور سیگنال داده در 1/16 الان ما تا 4 ساعته هستیم، 1/1 خودمون هستیم و چون میخوام توی 1/16 که 15 دقیقه است مثال بزنم، باید اول چک لیستمون رو تیک بزنیم بعد برم سراغ موارد دیگه. ببینید دوستان، اینجا الان اگر این سیگنالی که برای سل هست، فکر کنید شرایط لایو مارکت، اینجا من سل رو داشتم و اگر بخوام این سل رو باهاتون به اشتراک بذارم، دقیقاً اندیکاتور فراد فاینال فرست اچ دی روی 1/2 تنظیماتش هست با تاییدیه مکدی 4 برابر که خط سیگنالش هست. دیگه اون دوستانی که اندیکاتور رو دارن و آشنایی دارن میدونن که چجوری تاییدیه میدهیم. با این شرایط من میذارم و وقتی سیگنال دریافت میکنم چک لیستمو بررسی میکنم. نهایت من تو 4 ساعته هستم، چک لیستم بررسی کردنش 5 دقیقه بیشتر زمان نمیبره و با هم دیگه گزینه‌ها دنبال میکنم. بررسی اخبار که خب باید شما چک کنید اخبار روزانه‌تون رو. کلاس خط سیگنال با میله مکدی 4 برابر از بالا 3. ببینید کلاس از بالا بوده و اینم یک کلاس حساب میشه، دقیقاً اینجا 3. پس من این گزینه رو تیک دارم، یعنی اینجا تیک میکنم. اولین جایی که مووینگ 60 و 15 من نزولی شدن دقیقاً اینجاست و اینم تیک میکنه. مکدی 4 برابر در شرف تغییر فاز یا اوایل تغییر فازش باشد.
ببین جایی که من سیگنال دارم متناسب با اون دقیقاً در شرف تغییر فاز مکتی 4 برابر من، پس این در شرف هم تیک میخوره. اولین حفره مکتی دیفالت من باشد. نگاه کنید از اینجا که توی دیفالت من حفره تشکیل شده، دقیقاً جایی که سیگنال داده نیومده این رو بزنه مثلا مثل اینجا بشه توی حفره دیگه بده، دقیقاً توی اولین حفره هست، پس این هم تیک میخوره. همزمان هیدن در مکتی 1/4 قابل رؤیت باشد، عدم تناسب در مکتی دیفالت مشخص باشد. من اینجا ببینید نسبت به گذشته با استوکاستیک که در مورد استوکاستیک در جلسه بعدی من توضیحاتی خواهم داد که دلیل اینکه همزمان استوکاستیک خودم رو روی 1/4 میندازم به خاطر اینکه دقیقاً نقش 1/4 بر من بازی میکنه و اگر من تو 1/4 نسبت به قله‌های قبل هیدن نبینم، اگر با یک استوکاستیک هیدن ببینم این رو لحاظ میکنم و به خاطر همینه همیشه ترکیب استوکاستیک روی مکتی 1/4 خودم رو دنبال میکنم و من اینجا این هیدن رو دارم اون تا توی این قله و چون اولین حفره من هست و نیومده این هیدن کفش رو بزنه، در ادامه اومده دقیقاً جایی که همزمان عدم تناسب داده با دیفالت من، لول 0 من و مووینگ 60 رو تاچ کرده، یعنی عدم تناسب بین مکتی دیفالت و مووینگ 60. از طرفی هم روی هیدن در 1/4 برای من قابل رؤیت به کمک استوکاستیک که در ادامه حتی اینجا دایورجنس هم داده. این هم بخش بعدی تیک میخوره. عدم تناسب در مکتی 4 برابر اگر باشه خیلی عالیه. از دید من این عدم تناسب الان جایی که قیمت سیگنال داده دقیقاً توی این خط اگر متناسب با این پیش بریم جایی هست که این نزدیک در شرف تغییر فازه، ولی جایی که قیمت هست با مووینگ 240 ماه اینقدر فاصله هست، یعنی طبیعتاً باید قیمت اینجا میشد که میگفتم متناسبه، بس این برای من یه جوری عدم تناسب هست. درسته تیکش اینجا نمیخوره ولی از لحاظ تجربی چون در شرف یا اوایلش مساوی با همون عدم تناسب میتونه باشه. حالا من اینو ضرب درم نمیزنم ولی تیکش هم نمیزنم، ولی دقیقاً کلیاتش عدم تناسب اینجا پاورجاست. پارت بعد اگه من میخوام اینو خلوت کنم، آخرین گزینه است که توی چک لیستم باید تیک بخوره اینه که قلاب K درصد 15 که این هست روی 240 من که این هست قرمزه هست، به شرطی که K درصد 60 روبرو باشه. روبرو یعنی اگر برای سل داریم اقدام میکنیم K درصد 60 زیر لول 50 باشه، اگر برای بای داریم اقدام میکنیم K درصد 60 مثلا اینجا قلاب انداخته K درصد بالای 50 باشه. به خاطر همین من کلمه روبرو رو استفاده کردم که برای بای و سل متفاوته. خب این از چک لیست من، این انتخاب من بوده، شکل گرفته و من میخوام در مورد این سیگنال با توجه به توضیحات جدیدی که در مورد مکتی ها میخوام بدم، میخوام یه نکته اشاره کنم که شخصا خیلی ازش بهره میبرم و بیشترین چیزی که تو مارکت باعث میشه که سل شما تی پی رو بزنه یا بای شما تی پی رو بزنه، گزینه‌های اینجوری یا سل هایی که نمیزنه همشون دلیل داره و دقیقاً هدفم از درست کردن این ویدیو، ضبط کردن این ویدیو اینه که اگر شما اون نکته‌ای که توی این ویدیو میگم دنبال کنید، قطعاً اینجا سلتون یعنی وارد سل نخواهید شد و اگر اینجا مثلا وارد بای میشید تی پی خواهید خورد و اونم دلیلش اینه که تو در تو میخوایم مکتی ها رو در نظر بگیریم. به خاطر همین من ترجیح میدم این صفحه رو ببندم و ادامه توضیحاتم رو روی صفحه‌ای که قصد دارم توضیح بدم ادامه‌شو بگم. من برای این کار دوستان میام 3 تا بخش برای خودم تعریف میکنم دقیقاً با توجه به همون چک لیستی که قبلا داشتیم دنبال میکردیم و اسم اینها رو مجدد 1 میذارم که 4 ساعته هست، می‌نویسم اینجا H4. فقط میخوام واضح شفاف بشه که گیج نشی و اینجا می‌نویسم مبدأ، یعنی در هر تایم مبدأی که حساب میکنید شما باید 1 در نظر بگیرید. تایم 1/4 من در واقع اینجا میشه 1 ساعته و تایم وسط من هست و اینا رو یادداشت میکنم که در مورد مکتی ها توضیح بدم. و تایم 1/16 دقیقاً تایمی که هست که ما وارد پوزیشن میشیم و تی پی خودمون رو همیشه، یعنی برای من اینجوری حداقل در تایم پایینم که 1/16 هست
اینجا لحاظ میکنم و برای من چون مبدأم 4 ساعت هست 1/16 هم میشه 15 دقیقه. خب حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ ببینید من وقتی دارم صحبت از اون چک لیستی که الان با هم تیک زدیم میکنم، وقتی چک لیست من به کمک سیگنال های اندیکاتور فراد فاینال آلارم میده و من رو پای مارکت و چارت دعوت میکنه، وقتی 5 دقیقه طول میکشه اونها رو تیک میزنم، میام یه کاری میکنم. برای خودم همیشه اینجوری در نظر میگیرم، از یه رنگ سفید استفاده کنم. ببینید من وقتی در تایم مبدأ خودم هیدن با 1/4 میگیرم، فقط کافیه توی این ویدیو این رو من توضیح بدم، با مکدی 1/4. حالا میتونه استوک هم تایید کنندش باشه، عدم تناسب و شرایط چک لیستم کمک میکنه. ولی وقتی چک لیستتون تیک میخوره با این چک لیستی که من تیک زدم، این چیزی که برای خودم معیار قرار میدم، اولویت قرار میدم، مکدی 1/4 من در تایم مبدأ هست 4 ساعته، این مساویه مکدی دیفالت من در تایم وسط هست. وقتی مکدی 1/4 توی تایم وسط من دیفالت میشه، در تایم 1/16 من مکدی 4 برابر من میشه. خب این رو فقط برای خودمون اینجا فیکس کنیم و با هم این توافق رو داشته باشیم که وقتی صحبت از مکدی 1/4 در تایم مبدأ میکنیم، این مساوی است با دقیقا مکدی 4 برابر در تایم 1/16. ما برای این که بدونیم دقیقا هیدن مکدی مبدأمون 1/1 کی وارد عمل میشه، کی میتونیم ازش به کمک سیگنال تیپی درست بگیریم، دقیقا باید بریم در تایم 1/16 خودمون، حالا به غیر از اون تکنیک هایی که گفتم در تایم وسط میتونید اجرا کنید و تمام آیتم های دیگه، توی این بخش فقط کافیه در 1/16 خودتون مکدی 4 برابر رو دنبال کنید تا مکدی 4 برابر دوستان تضعیف بشه. من اسمش رو میذارم تضعیف که حالتهای مختلفش رو بگم. یعنی چی تضعیف بشه؟ یا در تایم 1/16 مکدی 4 برابر یا باید دایورجنس بده یا باید تغییر فاز با لول صفرش بده. یعنی چی؟ الان توضیح میدم. تغییر فاز با لول 0 به این معنیه که دوستان وقتی شما، دوباره من یک رنگ دیگه مثلا قرمز انتخاب کنم و اینا هم ترجیح میدم. وقتی شما در 4 ساعته سل دارین، شما موقعی مجازین وارد سل در 1/16 بشید که یا آردی ببینید، یعنی دایورجنس ببینید، یا تغییر فاز با لول 0 ببینید، یا اینکه هیدن آخر روند اتفاق بیفته در 1/16 در مکدی 4 برابر. یعنی اگر اینجا مثلا سله، اینجا بای اتفاق بیفته، بای تا 50% حداقل بره. خب خیلی پیش میاد که مثلا تا 50% هم نمیره، ولی من این رو تا 50% میگم دلیل دارم. ولی اگرم 50% رو شما لحاظ کنید بازم حرکت نکنه، در ادامه خود اندیکاتور فراد فاینال در 1/16 به شما سیگنال در جهت سیگنال 1/1 خواهد داد. پس مرور میکنم و دوباره جمع‌بندی میکنم. شما هر سیگنالی که به کمک چک لیست از اندیکاتور فراد فاینال با تنظیمات 1/2 میگیرید و چک لیست تیک میخوره، شیفت بدید روی تایم 1/16 تون و با چشم اینجا اگر میخواید صبوری کنید، اگر میخواید بعد روانشناسیتون رو تقویت کنید، اگر میخواید از تجاربی که تا الان توی زمانی که پای چارت گذاشتین استفاده کنید، فقط پیشنهاد من به شما اینه که مکدی 4 برابر رو باید دنبال کنید. چرا مکدی 4 برابر؟ چون 1/4 4 ساعته همون مکدی 4 برابر است. این اگر هیدن داده، این اگر اینجا هیدن داده، قطعا اینجا باید برعکس اون دایورجنس بده که نوک قله باشه برای سل، یا آردی بده، یا دقیقا همون 50%ش 3 تا گزینش میکنم. حرکت یعنی هیدن برعکس و حرکت، هیدن برعکس به اضافه حرکت. خب برای این کار من یه توضیح دیگه بدم و این رو روی چارت با هم دیگه مرور میکنیم. برای اینکه خیلی شلوغ نشه من دوباره اینا رو پاک میکنم و فقط در مورد
خود شکل مکتی ها صحبت میکنم. حالا سعی میکنم این یه تیکه رو من زود پاک کنم که خیلی شلوغ نباشه تا این هم دیفالت و این هم از خطی که حالا برای اینکه این کار رو انجام بده من شکل خود مکتی ها رو میکشم و برای اینکه خود شکل مکتی ها رو بکشم ترجیح میدم یک خط برای 1/4 بذارم، یک خط برای دیفالت بذارم، یک خط برای مکتی 4 برابر بذارم. خب ببینید دوستان، وقتی من در مکتی 1/4 توی 4 ساعته مبدأ خودم هیدن میگیرم، مثلا فکر کنید یه قله هست اومده این قله داره هیدن میده، نسبت به این قله که مکتی 1/4 است هیدن هم دیده میشه. حالا ما اینجا از عدم تناسب و استوکاستیک استفاده کردیم. این در واقع در تایم 1/4 و دیفالت من دقیقاً اومده بالا و یه همچین حالتی دوباره اومده اینجا، یعنی این قله الان این قله‌ای هست که اینجا میکشم نسبت به این اول هیدن داده، بعد این موقعی خواهد ریخت در جهت سل یکم من که نسبت به این کف قله دایورجنس بده، یا دایورجنس بده، یا اگر دایورجنس نداد شدت فشار سل اینجا چون زیاده میتونه این از اینجا بعضی از مواقع اینجوری مستقیم بیاد زیر لولش و اینجا حرکت کنه به سمت بالا. این حالت دومش هست و در واقع توی 1/16 هم مکتی 4 برابر من مساوی با 1/4 منه، یعنی اومده بالا. من فقط از همین جایی که این هیدن رو دیدم دارم میکشم از اینجا، چون دیگه اینجا انگار ذره بین رو زومتر کردیم و فضا نیست بخوایم بررسی کنیم. اینجا این اومده بالا و یه حفره داده. این حالتهای مختلفی که اینجا اتفاق میفته و باز اعتقاد دارم که اختلاف نظر بین تریدرها دقیقاً توی مکتی 4 برابر در 1/16 هست. دلیلش اینه اینجا حالت نرمال و منطقی که باید اتفاق بیفته باید بیاد یه همچین حالتی اینجا دایورجنس بده مکتی 4 برابر، بعد که اینجا کراس نزولی کرد ما بریم در اولین هیدنش وارد سل بشیم. ولی این همیشه دوستان به این قشنگی و واضحی اتفاق نمیفته. حالتایی که توی این اتفاق میفته دقیقاً مثل حالتایی که اینجا گفتم، یه موقع است میاد اینجوری یه دایورجنس میده، خب شکل ترین حالتشه. یه موقع است میاد اینجا دیگه شرطی میشه، میاد مستقیم میره زیر لول 0. وقتی رفت زیر لول 0 اینجا که این حفره داره تشکیل میشه برمیگرده اینجا جای ورود ماست، یعنی باید این حالت رفت و برگشت اتفاق بیفته. یه موقع رفت و برگشت منجر به آردی میشه که قطعیت بیشتر میده به ما که در جهت سل در 1/16 وارد بشیم. یه جا نه، چون فشار از بالا زیاده اجازه نمیده این اینجا برگرده، اینو مستقیم میفرسته زیر لول 0ش و اینجاست که بچه‌ها گیج میشن و تریدرها سردرگم میشن در مارکت که الان باید چیکار کرد. و من دقیقاً از این موارد موقعی استفاده میکنم در هر شرایطی که مکتی 4 برابر من در تایم 1/16 هم تضعیف بشه. مدل های تضعیف رو گفتم که میتونه در واقع آردی بده، دایورجنس بده، یا تا این برمیگرده پایین اینجا اون لگی که توی قیمت هست مثلا از اینجا تا اینجا اومده تا 50%ش برگرده، یا اگر هیچ اتفاقی نیفتاد خود اندیکاتور سیگنال در جهت 1/16 ما صادر میکنه. حالا این کلیاتش بود. اگر فکر میکنید پیچیده شد مجدد مرور کنید بررسی کنید، ولی کلیات اون چیزی که الان میخوام باهاتون به اشتراک بذارم دقیقاً مکتی 1/4 این 4 ساعته بود. 4 ساعته من وقتی هیدن میده مساویه با مکتی 4 برابر من در تایم 1/16 و دنبال کردن این مساوی با قطعیت بیشتر و احتمالی که تیپی بخورید در اون پوزیشنتون خیلی بیشتره و من هدفم اینه که توی این توضیحاتم این رو بگم. بریم روی چارت و ادامه توضیحات رو بدم. من برای اینکه دوباره بررسی کنم و اونها رو مجدد از اول توضیح بدم، پوند یو اس دی 4 ساعته من شد 1/1 من و من دقیقاً روی این خط عمودی که اینجا میندازم سیگنال سل دارم
و با توجه به چک لیست اون تیک زدم. من مجدد پوند یو اس دی رو باز میکنم برای یک چارت دیگه و این سری میکنمش 1/4 و دوباره یک پوند یو اس دی دیگه باز میکنم و میکنمش 15 دقیقه که 1/16 من هست. این سه تا چارت رو من دارم و من اینا رو باکس میکنم که دقیقاً یورو یو اس دی رو پاک کنیم. خب دوباره باکسش میکنم. ببین دوستان 4 ساعته، 1 ساعته و 15 دقیقه. من میام اینجا این سیگنال سلی که اینجا گرفتیم رو دقیقاً خط عمودش و تاریخش رو کپی میکنم که دقیقاً توی 1 ساعت هم همین نقطه رو پیدا کنیم و تو 15 دقیقه هم همین نقطه رو پیدا کنیم. دوباره اینجا یه خط عمود دیگه میندازم و توی این تاریخ پیست میکنم، دوباره غیر فعالش میکنم تا اون دقیقاً این نقطه پیدا بشه، فیکسش میکنم و دوباره توی 1/16 که 15 دقیقه هست خط عمود میندازم و دقیقاً تاریخ سری که در 4 ساعته داریم ببینیم اینجا چه اتفاقی در مکتی 4 برابر ما در 1/16 افتاده. دوباره اینو به گذشته برمیگردم و دنبال اون سری هستم که در تایم 4 ساعته گرفتیم. اینجاست. اینم برای خودم فیکس میکنم. حالا میام تمپلیت خودم رو خالی میکنم. فقط اینجا ببین دوستان، من هدفم این مکتی هست که اومده بالا. من فقط این مکتی رو نگه میدارم. همه گزینه‌های دیگر رو پاک میکنم چون چک لیستمون تیک خورد و برای اینکه بتونم توی این سل تصمیم درست بگیرم این رو دارم. گفتیم مکتی 1/4 در 4 ساعته که الان اون نوشته رو من دوباره اینجا مرور میکنم. این 1/1 منه، مبدأ من هست و در واقع 4 ساعته من هست که اینجا مشخص. من سل گرفتم با چک لیست و مکتی 1/4 من اینجا دقیقاً مساوی است با مکتی دیفالت در تایم 1/4 من. اینم تایم 1/4 من که H1 هم هست و تایم وسط من هست. همون مثالی که اونجا زدم رو اینجا دارم تکرار میکنم. دوباره تمپلیتم رو خلوت میکنم و این سری دیفالت خودم رو نگه میدارم بدون توجه به هیچ چیزی. میخوام دقیقاً اینا رو و در وقت 4 برابر در 1/16 دوباره من فقط توی تمپلیت شخصیمون میام مکتی 4 برابر رو لحاظ میکنم. نگاه کنید و سایز اینها رو متناسب میکنم که واضح تر بشه و اینجا دقیقاً این استوک رو من الان میتونم حذفش کنم. این از استوکمون که فقط در مورد مکتی است. ببینید دوستان، ما از این مکتی نسبت به این قله که اینجاها باشه هیدن داریم، به کمک استوکاستی و چک لیست تیک زدیم. ما اومدیم این رو متناسب دونستیم با همین، یعنی این قله دوم این یه قله هست، این دو قله اینم یه قله هست، این دو قله دقیقاً توی 1/4 یعنی تایم 1 ساعت همینه و اینجا این قله آخر که در مکتی 4 برابر 1/16 است این قله است. خب اینجا من یکم زومش رو کوچیک کنم ببینید چه اتفاقی افتاده. دقیقاً نگاه کنید متناسب با همه اینها ما داریم تصاویر رو الان اینجا یکی می‌بینیم. یعنی میخوام بگم این قسمت دوستان مسلطم، ولی من اینایی که میخوام بگم در ادامه میخوام به نکته‌ای که خودم دنبال میکنم اشاره کنم و دوستانی که یکم میگفتن که پیام میدادن سردرگمی یا مثلا داره پیچیده میشه، به خاطر همین ترجیح میدم اینجور مواقع اینا رو یکم اینجور توضیح بدم. این سه تا باکسی که کشیدم همشون صحبت از یه چیزه، فقط تایم فریم ها باعث میشه که مدل نگاهمون به اینا به این شکل باشه. انگار زوم کردیم با ذره‌بین مثلا اینجا رو داریم توی بعد نزدیکتر میبینیم که این شکلی هست، ولی همشون یه چیزه. منتها تصمیمی که برای من کمک میکنه که بتونم اینجا دنبال کنم وارد سل بشم، نگاه کنید دوستان اینجا چه اتفاقی افتاده. الان من اینجا همون مثال رو میزنم. اینجا در مکتی 4 برابر 1/16 و 15 دقیقه نگاه کنید، اینجا دقیقا همون حالتی هست که ببینید یک بار از اینجا کراس میکنه و میاد دقیقا تا جایی که 50% رو برمیگرده. این همون 50% هست که تا 50% برنگشته، ولی چون برنگشته اندیکاتور خودش میاد اینجا سیگنال سل در جهت 1/1 رو برای ما صادر میکنه و ما به کمک اندیکاتور میتونیم اینجا ازش سیگنال بگیریم.
و خیلی از مواقع این میاد تا 50% دوباره این سل صادر میشه یا حرکت میکنه، ولی حالت بهتر و ایدئالش اینجا در مکتی 4 برابر 1/16 باید به این شکل میشد که اینجا مثلا میومد بالا یه دایورجنس میداد و این دایورجنس میومد این قله رو میزد، اینجا آردی رو ما میدیدیم قشنگ. بعد از آردی دقیقا این متناسب بود با همون مثلث ته روند توی مکتی دیفالتمون و بعد از این میومد 1 2 3 به ما میداد که ما توی 3 وارد میشدیم و دقیقا میگم اختلاف نظر تریدرها از اینجا نشأت میگیره صرفا به خاطر همین موضوعه که همیشه این حالت دایورجنس اینجا اتفاق نمیفته. اینجا خیلی از مواقع میاد همینجوری یه سر مستقیم میریزه بعد اینجا اصلاح میده دیگه، اینجا دیر شده، یعنی شما پتانسیلی که از تایم 4 ساعته داشتین در واقع خالی شده و این کفا رو جمع کرده و یه جورایی شما نمیتونید اینجا نقطه ورود مناسب داشته باشید. چرا؟ چون باید همچین حد ضرری رو برای خودتون در نظر بگیرید با تی پی نهایت 150% این و به خاطر همین بهترین و ایدئال ترین حالت اینه که باز شما از تکنیک شماری که فراد فاینال با اندیکاتورها کمک بگیرید. من مجدد برای این کار اندیکاتور رو رام میکنم روی اول 1 ساعته، این 1 ساعته خودمون هست، 4 ساعته و 1 ساعته جابجا شدن. خب در اینجا ببینید اندیکاتور رو من رام میکنم روی 1 ساعته، روی حالت 1/2 میذاریم. ببینید دقیقا اون جایی که باید شروع میکرد و اندیکاتور میومد به ما دایورجنس میداد دقیقا اینجا بود. اینجا باید اصولش اینه که این چرخه برای اینکه کامل بشه باید بیاد این سقف رو توی 1/4 بزنه، دایورجنس بده، بعد بریزه. ولی چون فشار تایم 1/1 و 4 ساعته ما زیاده، اینجا دیگه این فضا رو نداده، تا اینجا بیشتر نذاشته اصلاح کنه و بخواد حرکت کنه در جهت بای و این تمام تکنیک شماره 1 فراد فایناله که من باهاتون به اشتراک گذاشتم و دوباره اینجا من اندیکاتور رو توی 15 دقیقه هم رام میکنم و چون ما دنبال فقط سل هستیم من گزینه آنلی سل رو میذارم که فقط مرتبط با اون در مکته 1/2 هم الان همه تنظیمات من روی 1/2 هست، اوکی میکنم و برمیگردم به اون جایی که دنبالش میگشتیم. اینو من اینجاست مجدد اندیکاتور رو رام کنم که این فلشات به خاطر دیتا بالا پایین میشه. خب ببینید دوستان الان اینجا چه اتفاقی افتاد. اینجا دقیقاً ببینید این باکس مساویه با این باکسه و مساویه با این باکسه که ادامهشون پشت. اینجا این تکنیک شماره 1 رو دلیلی که پشتش هست و منطقی که پشت این تکنیک هست اینه که شما وقتی از یک مکدی در 1/1 خودتون سیگنال میگیرین، منطقیه که در تایم 1/4 یک سیگنال برعکس ببینید و این سیگنال حداقل تا 50% حرکت کنه. اینجا تا 50% حرکت نکرده. چرا؟ چون این فشار سل انقدر زیاده اجازه نداد این حرکتش رو حداقل تا 50% انجام بده. این با توجه به چرخ‌ها، با توجه به بررسی و بک تست و فوروارد تستایی که من داشتم باید برگرده، ولی چون این جزء هیدن های اول روند هست فشارش زیاده اینجا دیگه اجازه نمیده و تنظیمات اندیکاتور روی فرست اچ تی هست، یعنی هیدن اول. پس شما اینجا به محض اینکه این سل رو دیدید، خب بعد از این سل مجازید که در اینجا منتظر ببخشید این بای رو اینجا دیدید، بعد از این بای دیگه تا 50% نیاز نیست صبر کنید. یعنی دقیقاً شما بیاین اینجا خط عمود رو بذارید یک کندل بعد از این سیگنال که اینجا صادر میشه، دقیقاً تاریخش میشه 19/6 ساعت 22 و اینجا دقیقاً نگاه کنید من اینو میذارم روی ساعت 22. از اینجا به بعد دنبال شما سل باشید. این دقیقاً تایمی هست که اینجاست. اینجا هست که بای رو دیدید بیاین اینجا منتظر سل باشید. اگر سلتون شرایط فراهم شد وارد سل میشید و میتونید وارد بشه و اینجا احساس میکنیم که چون مووینگا برگشته، ببینید اینجا دقیقاً جایی هست که حالت نرمالش رو دوستان دارم میگم، اون حالتی که باعث سردرگمی در مارکت میشه برای ما تریدرها، دقیقاً این قسمت هست داستان هست
ببینید اگر شما خط روند رو در نظر بگیرید، خط روند شکسته، ولی باید این حداقل بیاد یه پولبک به خط روند بشه یا 50% این لگی که اومده اصلاح بشه. ولی خب خیلی از موارد این اتفاق نمیفته و حالت نرمال اینه که اینجا دقیقا ما باید یک مثلث برای خودمون داشته باشیم. حالت نرمال یعنی میاد یک هیدن میده، برمیگرده این هیدن کامل میشه، این سقف‌ها رو میزنه و ما میتونیم متناسب با این در حالت نرمال مارکت برای اینکه توی چرخ‌ها گم نشیم خط روند میکشیم و آخرین لو خودمون رو در نظر میگیریم. این لو هست مثلا اون موقع اگر بهترین حالت اتفاق بیفته. بعد میگیم خیلی خوب الان مارکت حرکت کرده و من میخوام مارکت رو دنبال کنم. از اینجا میاد خط روند منو میشکنه به اضافه آخرین کفی که باعث لو بالاتر شده رو میزنه، برمیگرده اینجا جایی هست که 50%ش اصلاح میکنه و من توی بهترین نقطه میتونم وارد بشم. ما توی آموزش‌هایی که دنبال کردیم دقیقاً این رو درک کردیم، ولی شکل اینی که الان اینجا میبینید به تعداد اثر انگشتی روی کره زمین هست و همشون با هم متفاوتن و این چهره‌ها با هم متفاوتن. از نگاه من این حالت، این مثلث، شبه مثلث یا ادای این مثلث رو در آوردن و اینکه بخواد اینجوری 1 2 3 بده متناسب با همون تعداد افرادی که توی کل کره زمین هستن متفاوته و واقعا شناساییش نیاز به تجربه زیادی داره و اگر توی ترید سردرگم و گمراه میشید دقیقاً به خاطر این مکتی هست که 4 برابر در واقع داره حرکتش رو انجام میده. اگر اینجا دیدید مستقیم اومد اینجا قرمز شد، یعنی لول صفرش رو رد کرد مکتی 4 برابر در 1/16، اون موقع شما مجازید از اینجا بعد هر بهونه‌ای هر سیگنالی دیدین در جهت همون سیگنال تایم بالا سل بزنید. اگر خیلی حرفه‌ای باشید میتونید از این هم تکنیکی که گفتم استفاده کنید و از این سل بهره ببرید در جهت همون تایم 1/1 خودمون که 1/4 ساعته بود. از این سل ما اصلا تایم بالا توی اینجا سل داشتیم، اندیکاتور فراد فاینال تو 15 دقیقه اینجا داده. ولی شخصا تضعیف شدن مکتی 4 برابر به این معنیه که یا دایورجنس بده اینجا این اتفاق بیفته، یعنی این قله رو بزنه قیمت و این نزنه، یعنی بیاد یه همچین حالتی بشه. اگر اینجا آردی بده بله، یعنی مکتی 4 برابر تضعیف شده، من بعد از کراس این نقطه زنی میکنم و 100% وارد پوزیشن سل میشم. ولی وقتی این اتفاق نیفتاد، دایورجنسی شکل نگرفته و این همچنان داره خط سیگنالش نزولی میشه، اگر اینجا هم وارد نشم و به کمک اون بای 1 ساعته در جهت خلاف 1/1 هم که این خط عمود من بود بعدش اومدم اینجا این سرم نگیرم، وای میستم به محض اینکه مکتی 4 برابر دوباره تضعیف بشه. یعنی اینجا داره تایید میکنه که ما هم همجهت شدیم با 4 ساعته و 1/1. این دیفالت 1 ساعته من هست، انگار دیفالت 1 ساعته من دیگه کم آورده اینجا. از اینجا که دقیقاً بذار من خط دقیق بندازم، دقیقاً از اینجا که این قرمز میشه یا در شرفش، همون شرایط چک لیستی که من برای خودم انتخاب کردم در شرف یا اوایل تغییر فاز، یکی از دلایلش اینه. از همینجا به بعد من دنبال سل دیگه هستم و اگر بخوام به کمک فقط اندیکاتور وارد سل بشم، این رو میذارم روی آل اچ دی، اوکی میکنم. نگاه کنید اگر روی 1/4 باشه دوباره اینجا به من سل میده، اگر روی 1/2 باشه یه بار اینجا سل میده و اینجا سل میده. دقیقاً اگر سل دوم رو من در اینجور شرایط که ببینم مکتی 4 برابر خیلی نزدیک لول صفرش در شرف تغییر فاز هست و جزئی از شرایط چک لیست کلی من هست، این چک لیست ثابته برای تک تایم فریم هست اگه خاطرتون باشه. نگاه کنید من الان اینجا دوباره این چک لیست رو توی 1/16 به کمک این مکتی 4 برابری که با چش دنبال می‌کردم دارم تیک میزنم. اگر بخوام شرایط دیگر رو بالا نیارم، من تمپلت رو تیک نزنم، فقط در مورد این مکتی 4 برابر. نگاه کنید مکتی 4 برابر در شرف تغییر فاز. خب اینجایی که این سیگنال رو دارم در شرف تغییر فاز، چیزی با لول صفرش نمونده. عدم تناسب بین مووینگ 60 و مکتی دیفالت، اینجا بدون که من مکتی دیفالت رو داشته باشم عدم تناسب رو اینجا میبینم. کراس خط سیگنال با میله‌های مکتی 4 برابر از بالا 3. خب اینو از بالا کراس کرده دیگه، میدونید همه این شرایط هست. خواستم این نمونه رو مثال بزنم و فقط به این نکته اشاره کنم که همیشه اینجوری شارپ نیست. من نمونه ای الان اگر فرصت بشه
پیدا میکنم که وقتی ما یک سیگنالی در یک یکممون، حالا با یا سل تایم مبدأمون داریم، در یک 16ممون به وضوح قابل رؤیت هست که یک دایورجنسی در جهت همون سل تایم بالامون در مکتی 4 برابر اتفاق میفته و اون بهترین گزینه هست که خیلی بچه‌ها روشون کار کردن و روش خیلی مسلطه و دقیقا این همون میشه مساوی میشه با مثلثی که ته روندی که در مکتی دیفالت بچه‌ها دنبال میکنن. ولی چون همیشه من خودم سردرگم بودم و همیشه اینجور مواقع دیگه از لحاظ ذهنی کم می آوردم و اون محاسباتی که یک انسان باید انجام بده به چالش کشیده می شدم، می دیدم مثلا این کف زده شده در حالی که این آخرین سقف رو نزده. اینجا برای خودم یک ساید در نظر می گرفتم که کفش خورده. بعد که برمیگشت سل رو می دیدم، حالا این اندیکاتور اون موقع نبود، اون موقع خودم دقیقاً چک لیستی که دنبال می کردم بود. بعد از این میگفتم که خیلی خوب، پس باید این حداقل بیاد چون هیدن آخر روند دیگه، هنوز این کف منو نزده و روی خط روند من هست و بهترین گزینه واسه بایه و همش منتظر بودم این بیاد این سقف رو بزنه، مثلث ببینم که وارد 1 2 3 بشم. متاسفانه این باعث میشد که دیگه کل سیستم من به هم بریزه. من اگر اینجا مثلا وارد میشدم مطمئن نبودم، همش یعنی دیدم این بود که باید قیمت برگرده. این برگشته باعث میشد که من سردرگم بشم و اگر یه جایی مثلا میومدم اینجا وارد سل میشدم، یه حرکت میومد برمیگشت، دیگه خودم گم میکردم. میگفتم خب این کفا رو شاید زده، الان میخواد از اینجا برگرده دوباره این سقف رو کامل کنه. ولی به کمک این سه تا باکسی که اولش ارائه دادم، شما برای خودتون در تایم 1 یکم چک لیست رو تیک بزنید. به کمک مکتی 1/4 که در 1 یکم و مبدأ خودتون انتخاب کردید، بیاین در 1/16 خودتون هر ساعتی که هر تایمی که خودتون انتخاب میکنید مکتی 4 برابر رو ببینید که داره تضعیف میشه. تضعیف شدنش هم گفتم 3 تا حالت داره. حالا اینجا این حالتی که میگم اتفاق نیفتاد، ولی این 3 تا حالت کلی هست که من میدونم میتونه اتفاق بیفته. بهترین حالتش اینه که مکتی 4 برابر در 1/16 دایورجنس بده، یعنی همون حالتی که اینجا گفتم. بعد شما در جهت سل 1 یکم یا همون سیگنال 1 یکم وارد بشید، یا میاد تا 50% حرکت میکنه برمیگرده، یعنی 50%. یه موقع است مثلا میبینی این همچنان میریزه اینجا، بعد اینجا میبینی با یه شادو میاد تا 50% رو میزنه که من بیشتر، بعد میریزه برگشت تا 50%. یعنی این جاهایی که شما باید بعد از دیدن اینها بدونید که مکتی 4 برابرتون تضعیف شده و میتونید یا تغییر فاز با لول 0ش بده، تغییر فاز بدهد که اینجاست که در شرف یا اوایل تغییر فازش متناسب با سیگنال های آل اچ دی مکتی اندیکاتور فراد فاینال شما میتونید در جهت تایم بالا برای خودتون وارد بشید. من دوباره یه نمونه دیگه پیدا میکنم و دوباره تصویر رو بالا میارم که این 3 تا باکسی که اینجا داریم رو مجدد از اول برای خودمون بررسی کنیم، ببینیم آیا این همچین اتفاقی دیگه میفته که حالت نرمال و ایدئالش باشه یا نه. در ادامه برای اینکه بخوام بگم که واقعا شرایط مارکت دقیقاً مثال اون نمونه‌ای که گفتم به تعداد اثر انگشت که توی کره زمین هست همه چی متفاوته، و واقعا اون شرایطی که تو مارکت اتفاق میفته همه چی متفاوته، ولی بهتر اینه که ما منتظر بمونیم شرایط ایدئال بشه و قطعیت پیدا کنه. برای اینکه مثالی بخوام بزنم که یک چهره دیگه از اون حالت براتون نمایان کنم و بگم که همیشه به اون شکلی که توی پارت قبل توضیح دادم نیست و میتونه به شکل دیگه باشه، ترجیح دادم یکی از پوزیشن هام رو که دقیقاً با رعایت همین مکتی 1/4 و 4 برابری که گفتم در 1 یکم و 1/16 خودم دنبال میکنم توضیح بدم و دقیقاً ببینید آیا من این مواردی که میگم رعایت میکنم یا نه. من یورو یو اس دی هست، پوزیشن رو میکشم روی چارت، دقیقاً جایی که وارد شدم این نقطه بود. من اول این رو برای خودم چک لیستمون رو با هم تیک میزنیم مثل هم حالت قبل و در ادامه 1/4 و 1/16 رو میاریم و ببینیم چه اتفاقی میفته. من اندیکاتور فراد فاینال رو رام میکنم، روی حالت فرست اچ دی و 1/2 میذارم و دوستان من خودم شخصا از تمام سیگنال های اندیکاتور استفاده میکنم
ببینید من الان اینجا من سیگنال بای داشتم در 1/1 خودم. این سری 1/1 من دوستان ببینید تایم 1/1 من مبدأ من چه تایمی هست؟ تایم 15 دقیقه هست، یعنی هیچ فرق نمیکنه. پس 1/4 من تایم وسط من میشه 5 دقیقه و تایم پایین من که تایم تعیین تی پی من، حد ضرر من و ورود خروج من هست، میشه تایم 1 دقیقه و 1/16 خودم M1. این سه تا حالتی هست که دنبال میکنم. الان اینجا ببینید من در تایمی که اینجا بای داشتم اومدم نقطه ورود من اینجاست و خروج من اینجاست و اگر شما از اینجا حساب کنید و اگر پوزیشن رو مدیریت میکردم با حد ضرری که اینجا مشخصه یا نه میذاشتم اینجا در ادامه هم نخورده و اگر همین پوزیشن رو تیپیش رو نمیذاشتم نگه می‌داشتم، چیزی که بودش 6 پیپ بر من سود داشته میتونست 78 پیپ 76 پیپ برای من تیپی داشته باشه. ولی من دنبال 78 پیپ نیستم، من دنبال اتفاق افتادن اون چیزی که الان دارم با شما میگم، تیک خوردن چرخه هاست، تضعیف شدن 1/4، تضعیف شدن دیفالت تایم 1/4، تضعیف شدن مکتی 4 برابر در تایم 1/16. بعد در جهت این چرخه ها که مثلا بای گرفتم توی بهترین نقطه‌ای که از دید خودم حاضرم اون ریسک رو بکنم و اون پاداشی که با توجه به تحلیلم انتظار دارم بگیرم به علاوه اون هم ریسک میکنم و تیپی خودم رو میگیرم و با 6 پیپ که حالا یک ویدیوی دیگه توی ذهنم هست در مورد عنوان قایق چند پیپی میخوام ارائه بدم و دنبال گزینه‌ای باشیم که فقط با 6 پیپ 7 پیپ ما سودایی بگیریم که احتمال تیپی خوردنمون بیشتره و دنبال این نیستیم که کل مارکت رو درو کنیم، شخ بزنیم و وایسیم مثلا به تعداد 105 کندل 15 دقیقه که آیا این 80 پیپ رو میخواد به من بده یا نه. من 10 تا پیپ 6 پیپی میگیرم، 15 تا نمیدونم 6 پیپی میگیرم، میشه این. ولی خب اینا خودش برای من یه جوری حالت گیم داره و میتونم بازی رو دنبال کنم و توی پوزیشن هم بمونم. حالا برای این کار ببینید الان این مکتی که اینجا هست، این مکتی باید تضعیف بشه. این 1/4 من در 1/16 من مکتی 4 برابر من هست. این مکتی 1/4 در 1/1 که مبدأ من هست مساویه با تایم 1/16 من مکتی 4 برابر من. ببین اون سه تا حالتی که گفتم دوستان من اینجا رعایت میکنم. نگاه کنید الان من یه یورو یو اس دیگه باز میکنم، دقیقا این تاریخ رو کپی میکنم و توی اون لود میکنیم. این سری توی 5 دقیقه و خط عمودم رو میذارم رو اون تاریخی که بود پوزیشن گرفته بودیم رو میارم که گذشته هست، اینجای مارکت بوده. ببینید دوستان الان اونجا 1/4 هم مثال زدم، اینجا دیفالت من هست. دیفالت من وقتی اینجا نگاه کنم مکتی 4 برابر نزولی شده و این حفره سل داده، مووینگ های من اینجا کلاس نزولی کرده، من این رو در جریانم که این میتونه یک حرکتی داشته باشه که تا 50%ش بریزه و من دنبال سل اینم، دنبال این ریزشم. وقتی اینجا من سل ببینم بعد از سل اینه که میرم توی 1 دقیقه خودم بای میگیرم. درسته توی این خط عمود من از تایم مبدأ خودم بای دارم، ولی میتونه بای من بعد از اینکه سیگنال سل رو در 5 دقیقه ببینم. سل من اینجا صادر شده، نگاه کنید چون اینجا شرایطی نبود که اندیکاتور به من سل بده. الان من اندیکاتور دوباره اینجا رام میکنم. ببینید این مکتی تایم 1/4 من هست، من اینجا دوباره تنظیمات رو 1/2 میذارم. نگاه کنید کجا به من سل داده. من چون فقط سل تایم 1/4 میخورم اینو میذارم روی آنلیسه که شما سردرگم نشین. نگاه کنید من در این خط عمود در 15 دقیقه بای داشتم، صبر کردم، در 5 دقیقه خودم در 1/4 خودم یک سل دیدم. این سل این لگ هست، این تا 50%ش حرکت کرده که اینجا میشه. من بعد از این رفتم در تایم پایین خودم که 1 دقیقه است و 1/16 خودم هست، اونجا وارد بای شدم. دوباره این رو من دنبال میکنم. دوباره همین جایی که الان خط
عمود هست بای من بوده، یه خط عمود هم میندازم برای 50% این سلی که در یک چهارم من 5 دقیقه حرکت کرده توی این کندل. من از اینجا اینو کپی میکنم، میخوام بگم از اینجا بعد من میرم دنبال بای در تایم 1 دقیقه خودم. دوباره یورو یو اس تی باز میکنم در 1 دقیقه و برای اینکه خیلی سریع پیداش کنم دوباره اینجا اینو پیادهش میکنم. دقیقا توی این خط هست، این رو میارم رو خط عمودمون، میرم 1 دقیقه و از اینجا یعنی الان ستاش هم همزمان باکس میکنم که متوجه بشید. من در واقع توی این خط یعنی اینجا من سل 5 دقیقه هم بوده، اینجا بکن بای 15 دقیقه من بوده، این سل تا 50%ش که این لگ بوده حرکت کرده، من از اینجا بعد دنبال بای هم هستم و به خاطر همین من دوباره اندیکاتور رو رام میکنم و روی آنلی بای میذارم، چون دیگه دنبال بای هستم دیگه. این آنلی بای در جهت همون تایم اصلی خودم، تایم مبدأ خودم اوکی میکنم. نگاه کنید بعد از این خطی که الان 50% حرکت کرد کجا بای من داده؟ اینجا بای داده. حالا من پوزیشن رو میکشم اینجا روی چارت و توجه کنید ببینید آیا دقیقا من با توجه به آموزشایی که باهاتون به اشتراک میذارم خودم این مطالب رو رعایت میکنم یا نه. نگاه کنید دقیقا اگر روی 1/4 من بذارم، من اینجا سیگنالش رو اینجا گرفتم ولی وایسادم بیاد عدم تناسب و اینجا دوستان دقیقا جایی هست که من ترجیح میدم دوباره با شما چک لیستی که واقعا برای خودم خیلی ارزشمنده، حاصل چندین سال تجربه من، استراتژیای من هست توی قالب چند خط، ولی برای من واقعا ارزشمنده چون دارم ازش بهره میبرم. نگاه کنید حالا این که بخشش هیچی، کلاس خط سیگنال با میلی مکتی 4 برابر از زیر بای. خب نگاه کنید اینجا که بای گرفتم اینجا اتفاق افتاده، ترتیب مووینگ 60 و 15 اینجا اتفاق افتاده، پس این دو تا تیک میزنم. مکتی 4 برابر در شروع تغییر فاز یا اوایل تغییر فاز، اینجا اوایل تغییر فاز، پس اینم تیک میخوره. اولین حفره مکتی دیفالت باشد، اینم اولین حفره، یعنی از اینجا این حفره اینجوری شکل گرفته، پس اینم تیک میخوره. همزمان هیدن در مکتی 1/4 قابل رؤیت باشد و عدم تناسب در مکتی دیفالت دیده شود. اینجایی که الان قیمت اومده مووینگ 60 رو زده، دقیقاً جایی هست که عدم تناسب رؤیت شده و همزمان با اون نگاه کنید استوکاستیک نسبت به این کف و نسبت به اینجا هیدن خودش رو داده، به خاطر همین که استوکاستیک رو من کمک میگیرم و همزمان با اون کا درصدها رو در نظر میگیرم. این گزینه عدم تناسب و هیدن هم برای من به کمک استوکاستیک و عدم تناسب با دیفالت تیک خورده. عدم تناسب در مکتی 4 برابر قرمز نوشتم اگر باشد عالیه. نگاه کنید اینجایی که اومده قیمت نزدیک مووینگ 240 من شده، لول 0 من انقدر فاصله داشته، بس اینم یه جوری عدم تناسب میشه. ولی برای اینکه من فرصت رو از دست ندم، دقیقاً جایی که خودم دیدم عدم تناسب هست و همزمان کا درصد 15 من به اشباع خودش رسید، یعنی به لول 0 یا 100 اینجا میشه 0 خودش، اینجا رسید، من با دیدن این گزینه که قلاب روی 240 باشه که قلابش در واقع 240 حرکت کرده بالاست و 60 روبرو باشه، یعنی همین آیتم ها رو من با چک لیستم تیک زدم و به محض اینکه به 0 رسید من اینجا وارد شدم. حد ضرر خودم رو روی آخرین جایی که حالا حس می‌کردم اینجا بود، ولی خب با توجه به این حرکتی که عدم تناسب اتفاق افتاد اینجا در نظر گرفتم و تی پی خودم رو 150% دقیقاً این لگ. دیگه نیاز به اتفاقای دیگه ندارم که الان تی پی خودم رو اینجا گذاشتم. حالا این میخوام بگم همه چی یه چیز رو داره میگه، ولی اینکه بتونیم اینها رو در حین مارکت، در حین لایو مارکت دنبال کنیم خیلی های اهمیته و اینکه خودمون رو گم نکنیم. دوستان نگاه کنید من 3 تا باکس میکنم، این رو 1 دقیقه 5 دقیقه و 15 دقیقه که متناسب با اون ببینیم. اینجا بای داشتیم، این دقیقه همین 1/4 هست که تو 5 دقیقه جابجا شدنش یکم زمان بره. خب این بای ما هست، این دقیقاً جایی که هست سل ما هست و این هم نقطه ورود اصلی ما هست که من این رو باز یکم کوچیک‌تر میکنم که خیلی واضح و شفاف بشه.
کلیات صحبتم اینه که قرار نیست این 1/4 که اینجا میاد و این حفره میده این همینجا حرکت کنه بره تیپی بزنه. من وای میسم این برعکسش اتفاق بیفته، یعنی برعکسش میشه این تایم 1/4 من. این بای که گرفتم از اینجا گرفتم، بذار دقیقشو بگم، 10:07 ساعت 9:30. بله دقیقا اینجا بای به من داده، ولی من این بای رو نمیخواستم وارد بشم چون نمیرسیدم اونقدر سریع حرکت کرده. من تاییدیه گرفتم، گفتم ایراد نداره، وای میستم 1/4 من که میشه دیفالت، این دیفالت من یک سل بده اینجا، چون مووینگا نزولی نشه و اندیکاتور سل نداده وایسادم سلش صادر بشه. جایی که مکتی 4 برابر من نزولی شده، این اولین حفره شو داده و این اومده بالا نسبت به این قله، نسبت به این قله ها هیدن داده اینجا، چون اینجا بودیم که ما هیدن رو داشتیم. من وایسادم این تمام تخلیه بشه، یعنی اینجا که بود اینجا رو در نظر گرفتم، باید اینجا رو میزد، بعد دیدم رفت بالاتر ثبت کردم. به محض اینکه اینجا خورد اینجا میشه همون نقطه‌ای که این خط عمودی که اینجا گذاشتم، اومدم توی 1 دقیقه شیفت دادم و اینجا فهمیدم اون سه تا آیتمی که گفتم تضعیف شده مکتی 4 برابر من. نگاه کنید انگار این هیدنه تا 50% که نمونهشو مثال زدم، این انگار تا 50%ش اینجا برگشته. سه تا حالت بود، یا این میاد اینجا دایورجنس میده مکتی 4 برابر در 1/16 من، یعنی این شکلی میشد میاد پایین، اینجا یه دایورجنس میداد بعد میرفت من 1/2 میگرفتم در جهت این بای، یا وقتی اینجوری نمیشه میاد تغییر فاز میده. وقتی تغییر فاز میده من آمادگی این رو دارم که این تا 50% برگرده و چون این سل رو توی 5 دقیقه دیدم اینجا این سل رو منتظر شدم برگشت و وقتی برگشت در ادامه از اینجا که صعود شد و شرایط چک لیست من تیک خورد در جهت این بای تونستم توی این بای دقیقاً نقطه زنی کنم و وارد پوزیشن بشم و این وین ریت دوستان بالای 93% 85 تا 93% وین ریت داره. این چیزی هست که من خیلی ساله دارم باش کار میکنم و چون تی پی بالایی داره دیگه زوم نمیکنم به 80 پیپ خودم اذیت کنم و سردرگم بشم، میتونم نگه دارم. ولی یه سری از پوزیشن، یه سری از اکانت‌های دیگه هم که متناسب با همون شرایط ریسک هم تعیین شده، مثلا میام اینجا مواقعی که اینجا بای گرفتم این رو برای خودم نگه میدارم و بیشترین تی پی که حالا دوست دارم رو میگیرم و با دایورجنس در مکتی مثلا دیفالت خارج میشم یا با کلاس مکتی 4 برابر خارج میشم. یک معیار دیگه برای خودم توی اون اکانت هم دنبال میکنم. ولی این کلیاتی هست که شما میتونید برای 4 برابر خودتون در نظر بگیرید. و یه نکته دیگه بگم دوستان، نگاه کنید این دایورجنس رو میبینید یعنی چی؟ یعنی حفره تشکیل شده، مثلا همین رو در نظر بگیرید. این دایورجنس دقیقاً خیلی از مواقع وقتی مثلا فکر کنید اینجا شما یک سل گرفتین در تایم 1/1تون، در تایم 1/16تون که مثلا 1 دقیقه هست، دقیقاً این شرط بهترین حالته که میاد اینجا دایورجنس میده. تو کراس این شما منتظرید که شرط اتفاق بیفته، یعنی مووینگا مثل همون شرط چک لیست که تو تک تایم فریم هست، خط روند، اینا خودش اتفاق میفته با سیگنال اندیکاتور فراد فاینال. و اینجا دقیقاً جایی هست که شما میتونید با همین حالت اولا و تیک زدن چک لیستتون اینجا وارد بشید. اگر این مثلا تاییدیه در تایم بالا 15 دقیقه سل داشته باشه یکی از بهترین گزینه‌هاست. حالا من دوباره اینو مثلا میذارم روی سل، نگاه کنید روی اونلی سل میذارم، اگر اون شرایط بود ببینید کجا بهتون سیگنال میده. نگاه کنید دقیقاً جایی که بهترین نقطه واسه سل هست که این 100-150% این تیپیش رو میزنه و من دنبال 100-150% هستم، دنبال 80% پیپ نیستم. و اگر این دایورجنسی که الان اینجا مثلا هست با 4 برابر این مساوی هست با مکتی 1/4 و اینجا من میگم تضعیف شده. وقتی تضعیف شده این کراسش نزولی میشه دیگه، من اینجا به جای این سری که 2 پیپ وارد شدم یه جای 10 پیپ وارد میشم، چون میدونم این حداقل تا 100ش باید حرکت کنه، تا 150%ش تیپی دوم من هست و با دیدن دایورجنس و کوچکترین اتفاق من دیگه خارج میشم. سرتون درد نمیارم، خواستم توی این ویدیو باز یک دیدی بدم که این چرخ‌ها به صورت تو در تو هست و بخوام جمع‌بندی ریز دیگه داشته باشم که دوباره به اینه برنگردم، یه همچین حالتی در نظر میگیرم برای خودم. ببینید حالا خیلی هم اندازه نمیشم ولی ترجیح میدم که اینم بگم و این فایل رو تمامش کنم.
این اگر تایم 1/1 من هست، مثلا دارم میگم الان صحبت از بای کردیم تو 15 دقیقه، من اینو با سرز بکشم، فکر کنم من اینجا بای گرفتم، دقیقاً توی این نقطه اینجا بای گرفتم، توی این 1/4 که از اینجا میرم بای گرفتم. این میاد بایش حرکت کنه، ولی اینجا این دقیقاً اینجاست، این باید سلش حرکت کنه. این چیه؟ این تایم 1/4 منه. وقتی این سلش حرکت کرد، من مجازاً دوباره در تایم 1/16 خودم بای بگیرم. این تا وقتی که چرخش کامل نشه، تا وقتی که هم مسیر نشه با 1/1، مطمئن باشید شما سردرگم خواهید شد و حداقل اتفاقی که میفته چند بار پشت سر هم حد ضرر میخورید. ولی اگر صبوری کنید، برگردیم به درک خود چرخه ها و برعکس اینه من مثال بزنم از اینور که ذهنتون قابلیت دو بعدی داشته باشه و از هر طرف ببینید. فکر کنید این مثلا 1/1 سره، این میخواد بریزه، فکر کنید میاد اینجا درگیر میشه، چرخه رو میده به 1/4. 1/4 میگه من 1/4 اینجا میگه خیلی خوب شما سری، من بایم. این بای رو میگیره، تا بایش رو دنبال نکنه، تکلیفش روشن نشه جز اون سه حالتی که گفتم، این رو نمیده به 1/16 خودش که سل باشه. اینجا 1/16 ماست. بذار با قرمز بکشم که هم جهت همین باشه، مثلا با صورت اینجا این رو میگیره، ادامه چرخه رو میاد بالاتر و اینجا میریزه. از اینجا من دنبال وارد شدن توی پوزیشن های در جهت این هستم و نگاه کنید دوستان، این اتفاقا اینجا میشه جمع‌بندی کرد. این 1/4 چون خلاف این دوتا مبدأ و تایم ترید ما که 1/16 هست حرکت میکنه، خلاف اون هست، این سه حالت رو من براش اینجوری کشیدم. یا باید آردی دیده بشه که تضعیف بشه این 1/4، یا باید تغییر فاز بده که دوباره اینجوری بهتون میگم تغییر فاز بده با لول صفرش، یا باید بریزه و تا 50% برگرد، یعنی حرکتش تا 50% اتفاق بیفته، حرکت 50%. خب اینجا رو من روی این دایره باز نشون میدم، نگاه کنید اینجا این اتفاق میفته. اگر اینجا این برگرده و بیاد این سقف رو بزنه تو قیمت و اینجا دایورجنس باشه، میشه گزینه اول. یه موقع است اینجا دیگه تا اینجا نمیرسه، این مستقیم از همینجا میریزه و انگار یک دایره دیگه تشکیل میده و تغییر فازش تیک میخوره. و وقتی تغییر فازش تیک خورد، دقیقاً همون شرایط اولی بود که میتونیم به کمک 1/16 سیگنال بگیریم و با هر بهونه‌ای دنبال این یک کوچولو حرکت میکنه، اکثرا تا 50%. و اون حالت سومش هست که تکنیک هم شده، این میاد خیلی از مواقع تا اینجا که ریخته یه بای میده خلاف این سیگنال و بهش گفتم تکنیک فرهاد فاینال شماره 1. این تا 50% این لگی که از اینجا تا اینجا ریخته، که اینجا خلوت کنم، این دقیقاً از اینجا که تا اینجا میریزه تا 50% خودش، یعنی اینجا برمیگرده. یعنی این سه حالت رو من برای خودم توی این چندین سال که تجربه‌ای که پای چارت داشتم رو برای خودم اینجوری بندی کردم. بعد که اینا یکیشون تیک خورد، یا این یا این یا این، اون موقع میرم سراغ 1/16 خودم. و یه سری از مواقع دوستان پیش میاد که اینجا فیل میشه و این جزء همون سیگنال‌هایی که شما اگر این توضیحات من رو ترکیب این سیگنال رو بکنید، شما حتی ضرر نخواهید خورد. خیلی کم پیش میاد. چرا؟ نگاه کنید وقتی شما مثلا اینجا سل دارین، بعد اینجا میاد این بای شکل میگیره، خب، و میاد اینجا نه تنها 50% رد میکنه، میاد آردی هم میده، بعد دوباره دایورجنسش رو پوشش میده و میره مثلا 150% این رو که اینجا هست دوباره میزنه و دوباره 200%ش که اینجا هست دوباره اینجا میزنه و اون موقع است میریزه. خب یعنی این حالت چهارمه که اگر بخواد بریزه شما باید صبر کنید. یه سری از دوستان که حد ضررشون تون میخوره و خود من یکی از اونا بودم که چندین سال درگیر همین موضوع بودم که درکش کنم که چرا من مثلا میخوام سل بگیرم، میام توی 1/4 میبینم ته روند یه مثلث ته روند میدیدم، اینجا وارد میشدم میگفتم حرکت میکرد، دوباره میومد حد ضرر منو میزد، دوباره مثلث میدیدم، دوباره وارد بای میشدم میرفت بالا، دوباره میومد یه مثلث، من میشد حتی 3 تا مثلث پشت سر هم میدیدم. بعد اینجا بود که من برای خودم یه استراتژی پروانه که اون موقع به 2 تا مثلث رسیدم و
گفتم پروانه برای پرواز کردنش باید 2 تا بال داشته باشه و من بعد از اینکه 2 تا مثلث دیدم باید وارد بشم. بعد بررسی کردم دیدم نه همیشه اینجوری نیست، یعنی 3 تا مثلث اتفاق میفته. بعد از 3 تا مثلث دیدم نه اصلا اینجوری نیست، یه موقع است می‌بینید مستقیم از همینجا به جای اینکه بریزه میره تغییر فاز میده. یعنی کلا منو سردرگم میکرد و این سردرگمی باعث میشد که مثلا ندونم اصالت منطقه چیه و با این ویدیو و با ترکیب این گزینه‌هایی که توی 1/4 باید تکلیفش روشن بشه شما میتونید از سردرگمی از مارکت فرار کنید و به بهترین شکل ممکن برای خودتون پوزیشنتون رو دنبال کنید. به خاطر این بود که من اومدم اسم این رو گذاشتم مکدی 4 برابر مساوی است با مکدی دیفالت 1/4 و مساوی است با مکدی 1/4 در تایم مبدأ و 1/1 خود. اینا همشون مکدی هست. این فرمول یا این حالت جدولایی که میدم یعنی به نظر خودم اینجوری میکنم که بتونم اون حالتی که خلاصه ترین حالته که بدون که درگیر پیچیدگی مارکت بشین چرخ‌ها اذیتمون میکنه حتی تو توضیح اینجوری برای خودم طبقه بندی میکنم. چیز خاصی نمیمونه، فقط در حد 30 ثانیه مرور کنیم و دیگه ویدیو رو به پایان برسونیم. دوستان خوبم هر سیگنالی میگیرید شما هیدن میگیرید، اگه سریع ترین سیگنال مثلا سل هم بگیریم مثلا در تایم روزانه این سیگنال رو با مکدی 1/4 باید ببینید. وقتی دیدین یا با استوکاستیک این مساوی با مکدی 4 برابر در 1/16 تونه. اگر اینجا میشه 4 ساعته شما بیاین توی 1 ساعته و توجهتون به مکدی 4 برابر باشه میخواین سل بگیرین در جهت همون 1/1 تون ببینید یا دایورجنس ببینید یا تغییر فاز ببینید یا اون حرکتی که اتفاق میفته تا 50% برگرده، یعنی اتفاقی که توی همون تکنیک شماره 1 بهتون دادن و میتونید این تکنیک رو از همون ویدیو تکنیک شماره 1 دنبال کنید و به محض اینکه اینجا یک باید دیدین در 4 ساعته بعد از باید برید در 1/16 خودتون دنبال سل باشید. این کلیات توضیحات من در مورد این مسائل بود و به مرور اینها رو با هم ترکیب میکنیم و نهایتش اگر دوستان مرتب ویدیوها رو دنبال کنن قطعا خروجی که این ویدیو براشون خواهد داشت اینه که میتونن با طبقه بندی و چیدمانی که من توی ذهنم به عنوان پلن در نظر گرفتم وارد پوزیشن هایی بشن که حداقل احتمال تیپی خوردنشون بیشتر از حد ضرر باشه به کمک اندیکاتور فرار کنن. دوستانی که اندیکاتور نداشته باشن من کاری از دستم بر نمیاد چون نمیتونم متناسب با سیگنال های اندیکاتور قطعیت رو بگم. الان نگاه کنید اندیکاتور اینجا به ما سل داده، من منتظر سل شدم که اومدم اینجا بای رو گرفتم چون در 1/1 بای داشتم، در 1/4 ما دیگه خلاف میدیدم. اینجا یه سری دوستان این رو میدیدن و از اینجا میمدن بای میگرفتن که میاد حد ضررشون میخورد. ولی وقتی اندیکاتور باشه این سل رو ببینید شما بعد این سل شیفت میدید میایین در 1/16 خودتون تو اولین بایی که الان اندیکاتور به شما بای میده همین نقطه است وارد میشید و انگار خود این ربات این دستیار داره همه کار میکنه و جالب اینجاست چون هیچ احساساتی نداره و درگیر احساسات نمیشه، فقط داره دیتایی که از مارکت میگیره رو دنبال میکنه و این باعث میشه که من اعتماد بیشتری به این بکنم تا خودم، چون شاید من یه جایی این بای رو ببینم تحریک بشم بگم همینجا نقطه ورود منه. نه، چرا این توی این بای وارد نشدم؟ چون این سله اینجا اتفاق افتاد، این سله دقیقاً حرکتش تا 50% یعنی اینجا اتفاق افتاد و اسم تا 50%ش اومد. بعد از اینکه مووینگ با شرط چیت لیست من هماهنگ شد من تونستم وارد پوزیشن بشم. براتون آرزوی موفقیت میکنم، هر جایی که هستید موفق و پرسود باشید.